بسم الله الرحمن الرحیم. به اساس حکم صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، در صورت غیابت، مریضی لاعلاج و یا مرگ مقام ریاست جمهوری، معاون اول این خلا را پر می سازه و سرپرست مقام ریاست جمهوری میشه. چون رئیس جمهور افغانستان از کشور فرار کردن و دیگر در داخل افغانستان نیستن، پس بناهن ما در کشورم هستم و ما سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری افغانستان هستم، سرپرست قانونی و مشروع. لذا به خاطر استحکام و تحکیم این اعلامیه و جایگاه با تمام رهبران سیاسی، قومی و تمام اقشار افغانستان در رایزنی و مشاوره هستم. به هموطنان ما اطمینان میتم که ما به هیچ صورت انحصار قدرت توسط یک گروه نیابتی تروریستی نمیپذیریم. جنگ در افغانستان پایان نیافته، مبارزه و مقاومت در برابر طالب ادامه داره، مگر ای که شرایط بگونه باشه که همه ملت افغانستان در تعیین زعامت و در تعیین نوع نظام نقش داشته باشند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.